و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، خوب هستم. شما صحت سلامت؟ گفتین آیا حدیث مسلم که در مورد بیعت برای امام زمان آمده روافضی خیلی روش اصرار میکنن چیست؟ او دو این فرق میکنه. این روافض بدبخت میگه که من لم یعلم امام من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتة جاهل. کسی بمره نشناسه امام زمان خود به مرگ جاهلیت میمره. نه، دروغ است. در حدیث مسلمی نیست. این گپ رافضیات روافض است. اصل در حدیث است که من مات ولم یکن فی نوق بیع مات میتة جاهل. کسی بمره در گردنش بیعت نباشه، یعنی با یک امیر مسلمان ها که امیر حق باشه، اسلام تطبیق کنه، موجود شه و این با او بیعت نکنه، به مرگ جاهلیت میمره، یعنی با بسیار گناه. اما اگر امیر باشه اما حق نباشه، باطل باشه، خودش ادعا کنه که من امیر هستم، این بیعت نکنه، دو نیست. مثل که حسین رضی الله عنه ما کی بود؟ نه، یزید ابن معاویه، یزید فرزند معاویه ظالم بود، بسیار ظالم. حسین به امرش بیعت نکرد، به مرگ جاهلیت خونه مرده. اگر یک امیر باشد، خلیفه باشد، رئیس دولت مسلمان ها، اسلام تطبیق کنه، عدالت کنه، پابند به قوانین اسلام باشد، باز بیعت نکنی، به مرگ جاهلیت میمری. اما اگر هیچ نیست یا از آدم بد است، باز او در او بیعت نکنی، هیچ گناهگار نمیشی. وجه حدیثی تو است، من لم یعرف نیست، نشناسه. این گپ شیاست. این تو این حدیثی را که بیان کرده ای در قرآن، در حدیث اهل سنت وجود نداره. در کتاب اهل سنت این شیعه گمراه میکنن مردم. میگن امام زمان خدا نشناسه، میخوان گپ خدا چی کنن؟ امام زمان خدا نشناسه. امام زمان شناختش فرض واجب نیست. قسمی که یا میگن و ایست که امام یعنی امیر مسلمان ها بیا عدالت کنه، اسلام تطبیق کنه و به حق روان باشه، باز بیعت نکنی، در گناه واقع میشه و مرگ جاهلیت میموری.